دیگه لازم نیست واسه خاموش کردن بلوتوث، وای فای، سلولار دیتا یا حتی وی پی انمون بخوایم مراحل زیادی رو طی کنیم. با کلیک کردن یه گزینه تموم اونا رو آف میکنیم. در ادامه با آموزش این مراحل با ما همراه باشید. کافیه که وارد شورتکات بشیم، از بالا سمت راست به علاوه رو نگه داریم، گزینه کنترل انتخاب میکنیم و دونه بدونه اون چیزایی که میخوایم آف بشه رو برای این شورتکاتمون تعریف میکنیم. سلولار رو سرچ میکنیم، انتخاب میکنیم، اون رو آف میذاریم. بعدی که میخوایم برای تعریف کنیم وای فای رو سرچ میکنیم، اونم رو آف میذاریم. فقط نکته مهمی که تو این قضیه هست، اگه وی پی انتون هم میخواید انتخاب کنید که بلافاصله خاموش بشه، دیسکانکت بشه، باید دونه بدون اون وی پی ان که استفاده بیشتری ازش دارید رو براش تعریف کنید. حالا من خودم تو همین شورتکات اون وی پی ان که اکثر مواقع استفاده میکردم اون انتخاب کردم. حالا شما میتونید واسه راحت‌تر شدن دونه بدون اونایی که خواستید انتخاب کنید. در نهایت هم به کنترل سنترمون اضافه میکنید، برابر از اون زیر میزنید، اون اسمی که برای شورتکاتمون گذاشتیم رو انتخاب میکنید توی گزینه‌ها و هر جایی از کنترل سنتر که دوست داشتیم. مرسی که همراه ما بودید تو این ویدیو. واسه آموزش‌های بعدی و ترفند iOS بیشتر ما رو فالو داشته باشید.